شخصی سخنچین وارد جنت نمی شود. آدمی که سخنچین هست، گپکش هست، جنگداز هست، وارد جنت نمی شود. حتی من یک مرد را میدانم که موسفید بودن، پیرمردن، از دستی گویم همون کلین بد اخلاق گریزان شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. یک برادر خواهش کردن که کمی اطراف بعضی از کلین هایی که وقتی که خانه شوهر می آیند از بس که عادت و اخلاق بد دارن، از بس که سخنچین هستن، در دلها گویم حسد دارن، بدبینی دارن، دیگر در اون خانه یک گویم خانه جنگ و جنجالی خانه میشد که در اون خانه فقط سخنچینی هست. به اصطلاح امروزه گویم فقط رزبار هست در اون خانه. اطراف همین زیر کلین ها کمی صحبت میکردید. اکنون برادر عزیز متاسفانه اینم یکی از گویم مشکلای روز شده است. همون پدر و مادر بیچاره وقتی که کلین میگیرن به صد آرزو و به صد حواس گویم رفته به پسری خودشان را عروس میکوان، کلین میگیرن که یک راحت کنیم، از اون یک گویم منفعت گیریم، برکت یابیم. لیکن متاسفانه از اون کلین گرفتگی پشیمان میشوند. حتی من یک مرد را میدانم که موسفید بودن، پیرمردن، از دستی گویم همون کلین بد اخلاق گریزان شده است. دیگر در خانه نمیست. میگه در همین پیری من از خانه بیرون میشم تا که همون فرزندم خوب زندگی کنه، تا که گویم همسرم خوب زندگی کنه، تا که دخترام در همون خانه خوب باشن. من به همین موی سفید از خانه میبرم و خانه نمیرم. میگه یعنی حتی در وطنم باشم، میگه پگاهی که من بیرون میشم بگهی میدارم تا که از همین جنگ و جنجال من چیکار کنم، امین باشم. اکنون این زنها باید که از خدا بترسن، باید که اینها یقین بدانن این کلین هایی که روزی می شود که اینا را مادر می شوند، اینا را هم کلین می گیرن، اینا را هم گویم این روزهایی که به سری خسور و خوشتامن و بالاخره به سری اون خاندان آوردن، سخنچینی کردن، سخن یک کس را پیش دیگر بردن، خدا برای اونها این زیل کلین هم نصیب روزی میتد. اصلا سخنچیندن خودش یک عمل بد هست، سبب می شود که در خانه جنگ و جنجال زیاد می شود. پیامبر اکرم میگه صلی الله علیه وسلم لا يدخل الجنة نمام. شخصی سخنچین وارد جنت نمی شود. آدمی که سخنچین هست، گپکش هست، جنگداز هست، وارد جنت نمی شود. ویل لکل همزة لمزة. میگه وای به حال غیبت کنی مسخره آمیز یا سخنچین. یعنی همزه لمزه این سخنچین و مسخره میکردگی می باشد. سخن یکی را پیش دیگر می برد. گویم این باز هست مشکلی که دو کلین به یک دیگر راست نمی گیرن. حتی شوهراشون در همین ملک غریبی در روسیه از دستی جنگ و جنجال اونها را خوب نمیتونن کار کردن، دایم پریشان، همون تلفنشون در دست، از همین مسافه دراز جنگ و جنجال اونها را گوش میکنن و حال اونها. یعنی یک بدبختی هست که این زیل کلین های بی رحم هستن. بعد میبینی که شوهراشون یا که ماشین زد یا از بالای بام افتیدن یا گویم دیگر حالتی فلاکت در دوچار شدن. از پشت چی هست؟ از پشت یعنی زنهای بد هستند، زنهای بی رحم هستند، شوهر را مطلق رحم نمیکنن. یک روز میگه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نزد یک گروه زنها میگذشت و گفت یا معشر النساء تصدقن و اکثرن من الاستغفار فإني رأيتكن اکثر اهل النار. نزد یک طایفه زنها میگذشتن و گفتن ای زنها
ای گروه زنها زیاد صدقه کنید و زیاد استغفار بکنید، طلب مغفرت از الله بکنید، زیرا من شب معراج اکثری اهل دوزخ را دیدم که از زنها بودند. قالت امرأة منهن ما لنا اکثر اهل النار. یک زن میگه گفت ای رسول خدا صلی الله علیه وسلم چرا که ما زنها بودیم بسیاری اهل دوزخ، به چی سبب؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم گفتن تکثرن اللعنه و تکفرن العشیر. گفتن شما دو عیب دارید ای زنها، یکم لعنتی بسیار میگید، فلانی را پدر لعنت میگید، لعنتی میگید. دویم گفتن شما حق شوهراتون پایمال میکنید، شوهراتون شما احترام نمیکنید، شوهراتون شما گویم حقشون به جا نمیارید، دو عیب قد شما میارید. نظر کنین که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم میگه اعظم الناس حقا علی امرأة زوجها، بلندترین حق بالای زنها شوهراشان دادن. به خاطر کلین هایی که این زیل عادت و اخلاقی بد دارن از خدا بترسن، رحم کنن، زیرا الجزاء من جنس العمل میگن، چی عملی کردی همون عمل را با تو میکنن. اگر این روزی بد برای خودت میآید و در اون روز پشیمان میشی. به می خاطر خانه شوهر آمدید یا مطلق گویم در خانه شوهرم که در خانه مادری اونم که نباشید، شما سبب نشوید که بین کلین ها غرور و غوغا و سخنچینی و بدبینی باشد. شما یک شخصی باشید که شما آرامی بیارید در آن خاندان، منفعت بیارید. از اینی که تو یک گویم غیبت میکنی و گویم برادری شوهر را در پیش شوهرت بد میکنی یا خواهر و اپی شوهرت در پیش شوهرت بد میکنی، قسم به خدا روزی میشد که فرزندای تو همین روز بلوزشان میبیرن. به خاطر از این چیز دست بکشید که خدا شما را خوار میکند. الله نگهدارتون باد و جزاکم الله.